سلام به کانال بیگفوت، خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با مصطفی داخل اولین ویدیو بازی ماینکرافت مود سروایورش رو با هم انجام بدیم. امیدوارم خوشتون بیاد. از کانال حمایت کنید. برای بچه‌ها محمد داشته باشید. تازه میخواد شروع بکنه، یک مقدار استرس داره، اما قراره که براتون بتره کنه و داخل ماینکرافت خیلی بیشتر از من بازی کرده که امروز هم من و یکم برای ما داخل بازی میزنه، همین داره دمیج میشه. باشگاه نداره. بدون معطلی استارت رو میزنیم و داخل بازی میبینیم. بزن بریم. خب برای بچه و اینجا در اومدیم، چه جایی هم در اومدیم که من اصلا نمیدونم کجا در اومدیم. من پایین رو زمین افتادم. یعنی الان اینجایی که اینجاست. بچه مستر بیگفوت هستن از کانال بیگفوت. یه از این باید بیشتر هواشو داشته باشیم برای بچه. اوکی چرا میزنیم؟ من دارم هوا تو داشته باشیم. باعث ببینیم بچه ما قبل از اینکه ویدیو رو رکورد بکنیم می‌خواستیم ببینیم سرور درست کار می‌کنه یا نه. یه جایی رو همینطوری درست کردیم. خب در واقع یه فکر کنم بون فایر زدیم داخلش، کم فایر بچه زدیم داخلش، اینجا بهش میگن کم فایر. یه موقعی بامبا همون داره برای رو کندیم. درست میگم مسیر داریم درست نه؟ آره دیگه امیدوارم درست باشه. نه اشتباه مشخصه، جای روشن بود همونجاست. باید اشتباه می‌کنیم. این سمتی باید مطمئنی؟ فکر کنم. خلاصه کم فایر رو گم کردیم و دوباره با اسف کردن شروع بکنیم. و اینکه مود سوروای بود که یه چیز دیگه است. شیدر رو بچه‌ها نمی‌خوام بزنم روش تا زمانی که گرافیکش هنوز ذوق نزده. میگم تو ذوق ما نزده می‌خوام فعلی بازی بکنیم. مثلا دوباره بدبخت واسه چیکارش داری؟ نه تو دارم میرم. میرم بدبخت داره دمیج میشه. اینجا پای اسکلتونه حواست باشه. میگم شب شده نه؟ آره. یه اینطوری ما تا صبح داشتیم تا شب داشتیم زرد می‌گردیم. بعد گذاشتیم تا اومدن شتک کردن دوباره. ما مطمئن داریم درست میگیم؟ نمیدونم. در دوست اسم تیم یا تامنل این ویدیو رو میذارم در جستجوی خانه. دقیقاً. کاش یه مینی مپ داشت بابا. همه بازی به خدا دیگه مینی مپ دارن. چرا ماینکرافت این کارو انجام نمیده؟ من نمیدونم. چطور اینقدر سری میری؟ من هر چقدر بک میزنم تخلیه گاز نمیره. کنترل گرفتم. باید تخلیه گاز بده نمیره. تو هم تخلیه گاز بگیر باش. آره. مثلا تو خوشی بیاد. من تو خوشی سرش بالا. بعد جک بزن. کجایی؟ همینجا میذارم. دارم میبینم. تو تاریکی گم نمیشی. من باور کسی دوتامون گم شدیم. یا به سرت میام. و اینکه کجا داریم میریم خدا بخیر بکنه. خدا لعنت. یه چیزی من داخل دستم، دوتا استخون. آره. گفته میتونی باهاش از این کودا درست کنی. کودا دیگه میذارم کود برای درختا که رشد کنه. مطمئن تو اینجا نبودی قبلا؟ گشنگی بد دردیه. بیا اینجا. نزن تو سر من. این چرا نمیمیره؟ بیا اینجا، من با دونه دارم میام سمت خودم. اوکی. من بگیرشم اونجا تمام میام. بیا اینجا بچه خوشگل. با استخوان تا بزنی بکشی نمیمیره. خب یا دیدی؟ با استخوان هم میشه کشت. من دادمش. به من بگو خونه کجاست؟ فکر کنم این سمتی داره. زامبی. میگم اینو داخل اندروید که بازی میکردیم با هم دیگه. خب کدوم سمتی داریم؟ اساس اون ولی کلیپا رو نزدیک. سلام علیکم. اوه دومی از کجا اومد؟ خب اینجا کریپر دوتایی برات میاد. یعنی چی؟ اینجا هم یه خوارچ کرده زمین. محمد یه حرکتی بزنید. تو الان پشت سر من بودی؟ من همون جاییه که مرغ رو کشتی. واسه برای برگردم همونجا. یه لحظه فرصت بده. میاو. من چرا نمیبینم؟ علامت کریپر. یه چیزایی چسبیده به این چیزشون. کوکا بنز. من نمیبینم. وایستادم تو رو ارتفاع. عادی نمید. این کار رنگت مشکیه نمیبینم. میشه زمین رو بکنیم بریم زیر زمین تا صبح بشه؟ میشه. همینجا رو بکن بیا برو. کجا میدی؟ احساس یه زامبی داره میاد. میشه ببندیش؟ اگه بکنم اومد داخل. میشه ته. چطور میتونم بشین؟ میشه.
چرا بابا نمیره؟ بمیر چند تا بزنم من مرد. من خونم خیلی کمه. میام پیشت علاوه خونه قبلی منم میشه بزنی؟ من به محمد اینجا نمیرم. خیلی سخته. مود سوروایوش سوروایو پیدا دیدم. یه میمون درختی داره میاد. دقیقا میمون درختیه. سلام بیا. خب همینجوری که داشتیم میرفتیم بچه‌ها رسیدیم به این منطقه بامبو خیز. پر از بامبو. شانس ما شب هم رسیدیم به اینجا. تختش بکنیم گاهش رو بگیریم. خوبیش این وسیله زیاد نداشت. یعنی یه میمودی من زیاد فقط یه تخت تونستیم بسازیم. یه پرنده اینجا داشت بالا پایین می‌رفت. نه بچه آتیش هم پیدا شد. آتیش توتی. ولش کن با کوکی میتونم فکر کنم اگه اشتباه نکنم با کوکی میتونیم رامش کنیم. میشه؟ آره. با همین چیزا که درخت چسبیدن با اینا؟ نه یه شیرینی هست. شیرینی کوکی. آره نمیتونی فعلا بری سمت خونه؟ دارم میرم. دارم میرم خونه؟ زامبی و اسکلتون همه اونجا. یه اسکلتون دارم اینجا میبینم ولی زامبی هم هست. آره زامبی اینجا هست. من که دارم میرم سمت خونه. بچه میخوام این خونه رو اینجا من محمد درست بگم به سبک خونه بامبویی دیگه داره در میاد. خورشید. آره الان دیگه میمیره. لاک پوشی خود لاک پوش نیست. کلی زامبی بود. ببین لاک پوش. این چه لاک پشت زیبایی. خب زامبیه. ما بس این پاندا ها رو من به خدا با بدبختی آوردمشون تا اینجا. بامبا گرفتم به دست. بچه این اسمش مفوه. نگاهش کنید مفو. خواسته منه. بذار تاش کنم غذا بدم کوز درآمد کنه. مفو زامبی داره میاد بپا. مفو یه جفتگیری کن. نمیکنه. خب میگم این زامبی سری آتیشه بمیره. وقتی کلنگ آوردی یا کجا آوردی؟ چی بود؟ چسته بود؟ مرسی. آره تعلیم میترکی. بیا کوکی. بیا اینجا من با بامبو میخوام زدش. یه زامبی دیگه هم هست. آتیش گرفت. آره خب دیگه در صبح شد. منم آتیش گرفت. اینجا یه اسکلتون داره میزنه. پانتا اصلا مراقبت کن پانتا. یکی هم مفهومه؟ نه یکی مفهوم نیست. یکی لب صورتی بهش میگن. او یکی مفهوم لب صورتی. اسکلتون داره پاندا همو میزنه. اسکلتون داره منو میزنه. پاندا تو رو منو میزنه؟ نگه من به چی گیر کردم که نمیتونم در بیام؟ من فعلا دارم میمیرم. اینجا ایستاده من خودم همینجا رفتم مفهوم پایین. این بابا رو مخنا. یه اندرمن. فقط نگاهش نکن که بدبختت میکنم. من میخوام نگاهش کنم. چیزی خاصی ندارم. بفهم. سلام اندر بیا. مردشه بیا. ای مرد بیا اینجا. نه بیا. خب بیا. تو آب نمیاد. برای همین شانس خوردی. میشه یه شمشیر برام بیاری؟ تا همین الان چشمشو برات در بیارم. ببخشید. چقدر خون داره این؟ فوکی. یه لحظه از لبه آب زدی بیرون؟ من تو آبم هنوز. من یه لحظه جفتی اندرمن رد شدم. همون بود که من صدا اندرمن رو داخل کیستی داریم. ولی چون پشت سرم. ولی خب نگاش نکردم. بخوام یه به خاطر من دارم بزنه دیگه خیلی مثل چین یه اندرمن هنوز دم خون است. خب همه منو میزنه الان که من مردم دوباره برگشتم. نه فکر نکنم. ولی شاید هم بزنه. این یه چیز سخت میشه. اینجا یکی افتاد تو چاله، یکی تا آخرام تو چاله میمونه. خدا داره نگاه میکنه. نگاهش نکن تو. من باید نگاهش بکنم دوباره. من میدونم بچه محلشون دیدی محل ما. یه شمشیر داشتم با خدا نفرت کرده بودم. بعدن که اول بازیه. بعدم میام اونجا جیگرت در بیارم صبر کن. خب من داری چیکار میکنی؟ چیکار انجام دادی؟ نه کجا رفتی؟ چرا بازی میکنی تو؟ باشه من نه صورت نفس اومده بیرون برو نخور پاندا اسکل با حتما یه دونه پرورش پاندا بزنم. چی شده؟ بیا چه داری برای من؟ این گوشت پخته شده است؟ آره پخته شده بود. میخواستم بخورم که بفرم زدنش. از خلال امتیاز ندارم. خب شمشیر رو آوردی؟ آره. پاندا رو بکشیم چی بهمون میده؟
بامبو میده این همه بامبو کنار میده. بله. به درد چی میخوره؟ خب محمد یه گشت گذار کافیه پیش به سوی ساخت خونه بامبویی. 2 تا از کف بزنیم دیگه در نمیاد درسته؟ ولی از بدنه بزنیم دوباره رشد میکنه. از اونجایی که میخوام خونه رو بسازیم از کف بزن، از اونجایی که میخوام چیز بکنیم از بالاتر بزن. و اینکه تبر انگار واسه بامبو خیلی خطرناکه. من با شمشیرش اینو تست کردم، با یه ضربه میزنش. با یه ضربه میفته اما شمشیر یکم یهو دمیج میشه. شمشیر فنا. خب کلا ژاپنی‌ها برای که تست مقاومت کاتانا رو حس چی کنن از بامبو استفاده میکنن. ویدیوشو دیدم. محمد واسه اینکه خونمون با بلوکای بامبویی بسازیم، بلوکای بامبویی بسازیم، به چند تا از اینا نیاز داریم؟ این که بوش میاد من زیاد. من 3 تا 64 تا دارم میترکونم. کلا بامبای خوبی داره، پایین رو بزنی همش با هم میاد پایین. مثل درخت نیست که مثلا بعد یکی یکی بشکنش. آره. و جالبش اینه که از این استیکر هم بهت میده. این خوبه. خب نوشته که نیو آنلاک شد. یه دونه چست برام آنلاک شد. درست میگم؟ نوشت چست برام آنلاک شد. خب ببین اینو داخل 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 چی داریم؟ شن هست سفر هست. اینکه سعی کنید با هم دیگه بدیشون. بیا بالا. بیا اینجا. خب محمد بسم الله کن. البته من عمل بنا بخوام نشون بچه‌ها بده. بخوام نشون بچه‌ها بده. سیستم عمل بنا ما قراره که خونه براتون بسازم. اینجا قراره خونه‌مون بشه. من محمد قراره اینجا یه خونه یه سگی سوسکی درست بکنم براتون و اینجا هم که قراره استخرمون بشه. استخرمون یک مقدار قهرش خورده ولی اشکال نداره. فعلا بذار پارش کنیم. خب و اینا هم که حیونا خانگی مونه. باشگاه نداریم. برای که من بلاک بامبو بسازم نیاز به چی دارم؟ نفر بامبو؟ فقط بامبو رو بذاری داخل کرافت تیبل. خودش مثلا بهش نشون میده مثلا. اوکی. ما یه داستانی هست بله. که من دارم الان به فشار میام. اینه که ما تخت نداریم. و دوباره من دوست ندارم شبم مثل بزی بمیرم. یه دونه داریم. دوستش داریم؟ یاره سوالی کیه؟ تبرم شکست. چجوری میتونم تبر بسازم؟ باز نمیشه بید. استیک. یعنی چه اتفاقات بدی داریم؟ حالا اینجا از اینا بردارم، از اینا هم بردارم. تبر چه شکلی بود؟ بگو من چیز کنم برای از این چوب نیاز دارم درسته؟ سنگ نداریم ما؟ بیا من استیک و چی دارم بیا. سنگ نیاوردیم چی؟ سنگا تموم شدن. چرا؟ زود تمام شده؟ بیا شاید نداره بابا برم داخل غار. بیا شاید برم از این مدل دیگه نیاز ندارم. نه بگیر برام اگه نمیخوای تبر درست تبر درست بیا اینا رو بگیر بذار داخل کرم. فقط از اینا میخواست؟ از اینا داشتم؟ از ایناش درست میگم اینجوری بود نه نه باید کرافت تیبل باز کن. کرافت تیبل باز کن. همین دیگه ایناش کرافت نه تیبل. بابا تبر شد دیگه شد. به خدا شد. حالا این میگه شد من میگه نشد. من کتاب راستی زده بودم. اوکی. تو کتابو نزدی یکم فرق داشت برام واسه همین. اشکال نداره چه طبیعی. دوست داشتم گیر بدم. مشکل چیه؟ مشکل مورد هیچی نیست. خب چی بخواهش؟ خب این کمپفایر بونفایر اگه من بکنمش میدونم به انجام داشت منم یا فقط یه چیز خاص دیگه دارم میدونم. ما شن داریم؟ داریم اینجا سوراخ رو میبندی؟ اوکی ببندش منم تبرش اینجا میسازم باز شد از اینا به اینجا یکم کتاب بغل بزن؟ خب میخوام یه حرفه‌ای شدم دیگه شکلاش اینا مثل چی دارم برات اینا درست میکنم. تبر میخوای هستم. البته فکر کنم شنال با بیل بکنم راحت‌تر گنده میشه. آره. شن با بیل. زیر خونه تو. قار شده. یه قار هم زیره. باور نکن. ببینم اینجا. گوشی
اینجا زیر رفتی زیر آب؟ اینجاست. اوضاع خیلی حفظ رو هم بهشون بچه ها بدم. اوضاعش خوب نیست به نظره و الان وقت زیرابی رفتن نیست. من الان فقط وقت زندگیمون رو نجات دادن از دست زامبی امشب. هیچ دوست ندارم یه زامبی بیاد امشب من رو امشب قراره بیام بالا سر این بچه چی بود؟ خوش نمیشه. نزنش. این لب صورتیه. لباش صورتی بود. مرد. مفو پدرشه. مفو پدرشه. وقتی مفو پدرش چند روزه اصلا اینا کنم مفو رو بهتون نشون داده بودم که بیا مفو نشون بچه ها بده ایناش. هم رو بده باید این یکیه. یکی اینجاست. بچه مفو اینجاست. اینه. یادم آقاش که؟ یه عدسه میکردم موقعم که به دنیا آمد یه عدسه میکرد ولی من گفتم باید نجاتش بدم. مفو تفو. الان بزرگ شده الحمدلله یه بچه هم داره. پس داریم. آره بچه پسند. خب ما از این شنا نیاز داریم. غذا زامبی به چه کاری میاد؟ این گوشت زامبی رو بخرم میگیرم. فکر کنم چی مسموم میشه. مسموم میشه. دیگه فعلا زمین رو در حال صاف کردن هستیم. بچه این بیس پلیت کارمونه. این درخته چجوری اینجا داره که ما نیدیمش؟ اصلا اول اینجا بوده. ای بامبای کسی. واسه اینجا واسه زندگی کنی. وسط خانه ما چه میخوایی؟ این داره خونمون رو سوراخ بکنه. ماما میدونی باید دوباره گوسفند. فعلا ما اگه رفتم دنبال گوسفند باز گوسفند پیدا میکنم خودم مجبورم بمیرم برگردم. این بده. او سری هم دیدی خب 5 تا پشم گوسفند پیدا کردم مسیر رو گم کردم مجبور شدم بمیرم. منطقیه. اینجا رو خواستم کنن اینجا من واش دارم. واچ رو بید بکنم صدا چی میاد؟ بیل میخوای بیا. نه بیل نمیخوام. یکی که میگه خب نیم ساعت دیگه میکشه. نه بارا حال میکنم بیل پشت دارم نخوام برای نشدنش. دوشیش نه پشت. کینگ یو نوکرت. جاکریم. شن بزن اینجا. میخوای قارش با شن چیز ببن. با شن رنگ خودش ببن. ببرن پس اینجا کارم اونجا. تا اینا رو آزاد نکنی ها. پاندا. این چه بسخوره این بچه این مفو بهتر از این نمیشه. فعلا بخوام اینجا رو ببندم که یهو نرفتید. باش نمیخوریم؟ شن نیست که یهو بری پایین. فعلا بسته میشه یعنی زیرا. بامبوی چی میخوادی واسه؟ بزن بته. هرچی احساس کردی به کارت نمیاد بته. قشنگ میدونی شب شد؟ ولی هیچ کاری نکردیم؟ میدونی الان میتونیم بریم زیر همین دراز بکشیم فعلا. ما یه تخت داریم. یه تخت داریم ما چه بکنیم؟ یه تخت داریم 2 تا آدمیم. ایوال نوکرتیم. میگم این صدایی نداره بامبا میخوره چون صدا بدی میگه. اوکی. من این بامبا رو دارم یه سری روش سبز شده. بامبای طوریه لامصب اما میمیده. به همین سرعت کف این بچه که گیره. بچه کجا گیر کرد؟ نه اومد بالا. چرا ملق میزنه؟ این پدرش مفو بوده. پدرش مشکل مغزی داشته. مشکل مغزی بچه داشتی؟ بود خیلی عدسه میکرد پدرش. بده من براتون توضیح بدم داستان زندگی مفو. خیلی عدسه میکرد. من بامبو یکی هول میدادم یکی روش میدادم یکی هول میدادم یکی روش میدادم تا شدی میدونی گلچپون بود. بنده خدا به زور بامبو زنده مونده. بچه شماره مقدار شیرین عقله. نه زامبی. نه برام چطور من؟ تو به من وعده داده بودی که خونه میسازی. خونه میسازیم ولی مشکل تخت داریم. حالا برای تخت بیارم. یه دونه بزن توی سولاخ. کدوم سولاخ؟ این سولاخ اینجا. سولاخ ملخ. فقط تو بپا ما بریم بخیر. تو چی میخوای بری؟ یه سیب. سیب قابل خوردنه نه؟ سیب آره. میشه داشتش؟ سیب فکر کنم باید تبدیل به دونه‌اش کنم.
چجوری؟ اگه اشتباه نکنم رو گذاشتم کرد. تو کرد؟ بعدن اینکه درخت با ما میره. نمیدونم. خب محمد به نظر من این مقدار زیاد ما بامبو جمع کردیم. خب بامبو زیاد داریم. بیا یه زحمتشو بکش تبدیلشون کن به چی بود اسمش؟ بلاک بامبو. بامبو. بلاک بامبو. بلاک بامبو. اوکی تبدیلش کن به بلاک بامبو. تو بتونیم یه خونه بلاکی بامبویی بسازیم لب آب بلاک بامبو. رو به ویدوی ابدی آب. فقط حواست باشه 1 2 تا زامبی داری. دارم بذار بیان من تبر دارم بیا اینجا من جمع دارم. او یکی رو بزن. او یکی رو بزن. خونش داره میچه بیا این مرد. بیا اینجا بپری بزن بپر بزن این یه بزرگواری بهم یاد داد بپر بزن بی خودم خودت هم انجام نمیدی خودم میگم خودم انجام نمیدم. مسئله همینه که خودت داری میگی خودم انجام نمیدی. خب آقای مستر بیگ فود چه بکنیم؟ برنامه چیه؟ سنگ میخواد؟ چوب میخواد؟ مسئله چی میخواد؟ البته اگه میشه نه کجا قشنگ همونجا رو باج داد. حداقل یه کلنگ بیا این سنگا رو بردار. اینا زغال زغال کلنگ دارم برو بالا خودم میرم براش. زغال دیگه داره فقط ترس به در میکنه یه چیزی باشه مونفایر رو بکنم. بیا بالا. خب دوباره الان ما از کجا بکنیم اینو پر کنیم برو برای من اشکال نداره این سطح بالاییشو با سطح بالاش؟ آره با گل ببند. شن نذاری شن بذاری دوباره میره پایین دوباره بعد میکاری باید بکنیم دیگه بالاخره این شما که نه ولی این شن درت میذاریم درت مرد چی هر چی با درت میبندیمش واسه نخور چکو میکنی. دارم والا سعی میکنم شن جور کنم برای سوراخی که قارش بالا اونجا کلیپره قارش ساسی نه مثلا کلیپر رو از بازی یه روزی باید انتقام سخت کلیپر بگیرم نمیشه کلیپر رو یه جا بست یه چیزی بگم. دو تا چیز بگم کلیپر قرار نبود اصلا داخل بازی باشه. و کجا اومده؟ این یه گلیچ بوده دیدن خوبه گذاشتنش داخل بازی. ممنونم از این گلیچه به موقع ولی احساس میکنم این میتونه نه گلیچ ساز باشه. آقا یه اصلا گلیچ بوده بعدن بر اثر اشتباه یکی از این چیا گذاشته شد داخل بازی. بعد یه سازنده دیدن نه به درد میخوره دیگه گذاشتنش میده. کجا میذاری تو؟ عمل بنا اولی خب بچم که بابا عمل بنا حرفه تو یکی یکی میذاریم 5 تا 5 تا دارم میذارم آقای 5 تا 5 تا هیچ جا رو خونه وزدی. میبینی سرعت عملو؟ بفرما فقط دیدی سرعت عملو؟ فقط هی داری اضافه در میداری. مال من نبود مال خود فقط حالا شنداری به تو آب هم بخوش کنی؟ نیاز است تا آب برم مثلا همون دورم آوی سوختی؟ نه سوخته بو پشمات اومد مثل پشمم زیاد داره. بو کله پاچه کز کله پاچه کز قلقه خب کلپس میزنی دادا. بیا حالا یه خونه بسازیم من 60 از این با اجازه از این چیزا برداشتم از این نه تو نگاه کن من چند تا برداشتم. نه از این آلوش بلاکش من برداشتم تو تبدیل کن به بلاک تا من یه خونه دوبلکس 2 طبقه فاصله بگیر کنیم وقتی انداختی با کیو بنداز با کیو از این خارج شد با کیو بنداز بنداز هم تو بنداز دست بگیرش با بزنی؟ نه ببینیم چه تو برشو میگردونی مشکل داری بین رو بگیر اون فعلا بسته بگم عمل بنا دیگه با هم کارش انجام میدم عمل بنا همه رو بگیر دست دیگه میخوام برم در بسازم. یعنی چی خجالت بکش بگیر دست چیه خب این شد نظر دهنم باز میشه
این شد اتاق اول. چته؟ این پاندا کجا آمد؟ چه میدونم این هم خودته. کوچولو هست. بذار ببینم لب تو. به چرخام ببینم. تنها پاندایی که داره ملق میزنه همینه. خودشه لب صورتیه. لب صورت بفرمایید. هنوز اسکوله. ژیمناستیک میره. هنوز اسکوله بچه‌ها. خب محمد چیزه خونه که درست کردم به سبک اتوبوسی در اومد. اتوبوس. یه حرکتی بزنم سرش. یه خورده حامد آهنگی موقع که مافیا بازی میکنه میگه من یه اتوبوس دارم که می شهرونده رو سوار میکنم حالا توی. من اتوبوس ندارم. من اتوبوس. بیا اینا رو برداریه. هنوز داری میندازی؟ آره. اما تو کارخونه تولید بامبویی ها. دقیقاً. فقط یه چستمون وسط دیوار. چستر رو بر میداری. مشکلی نداره. درش دیگه باز نمیشه درست میگم؟ اینطوری؟ آره باز میشه. با بالش باز میشه. مثلا این تخت رو بردارم. به اینکه ویومون باید رو به دریا میبود. من فقط دارم به برنامه فهم میزنم. چی شد؟ این یکی رو خراب کن. کدوم یکی؟ اینجا. این بالایی؟ آره اینو خراب کن. یا بس. خب. به جاش این بغلش بزن. اینجا؟ یعنی یه ایورور شد یه بلاک بیای سمت. نه اینو بکنم میشه اینجا. نه خب الان هر چی که داخلش یهو میریزه بیرون اینونتورتون هم این هم حرف درست. فعلا اینطوری موقتی ببندش. فهمم ولی در بیا واسه وسط اتاق واسه اینجا باشه. من اینجا تختم رو بذارم اینجا شب بشه بخوابم. اون تختم اینجوری نداشتیم ولی خب ما فعلا سر همین سنگی میخوای. تخت سنگی هم هست؟ نه تخت سنگی میگم بیل کلنگ. رفتی آوردی؟ سنگ همون پایین جمع کردم. از سنگ به تو تو یه زحمتی بکش که سنگ داری از این بیل و کلنگا که میکارم یاد بزن. نمیدونم چند تا میشه درست کرد. خب این داره اتاق دوتایی رو چه یه دربارسه. اینجا میشه محل خوابمون، اینجا میشه محل انباریمون. اگه کلیپ رو من اینجا خودم ببینی اشکال نداره. مسائل همون نباید دزدیده بشه. وسیله‌مون بقاس دیگه بالاخره اون دوا انجام بدیم. خب این هم به نظر سقفش یه محل دیگه ببره بالا. نظرته؟ از من درست. دیگه رو سفر من هیچ واسه خودت عمل بنای خب مگه کاراکتر تو نمی‌بینی؟ من نصف زندگیم داشتم بنایی کار می‌کردم. خب چی داستان زندگی واقعی بده. نه وارث میگه عمل بنای. من رفت کار کردم ولی نه قد. اگر بازدیدای این ویدیو بذار یه چیزی بگم. خدا وکیل اگر بازدیدای این ویدیو به 10,000 تا برسه اوکی قشنگ تمام جاهایی که کار کردم رو برای بچه‌ها ویدیوشو میذارم. نظرته؟ باشه من مشکلی ندارم. خدا سرشاره خیلی اوکی. چرا نمیزنی؟ بزن. خب آبی اومد میبینه یعنی یکم چوب جمع کنیم برای ایدر چوب نداریم. یه من سه شو دارم بگیم شو سه تا بالاخره بعد از اینکه خونه ساخته شد میریم در پی گوسته پن من بامبا ساختی بازم از این بلافاش بزنیم دارم نداری الان میشه خونه کاملا استعداد از این بامبا ها میشه کاشت درسته؟ این خودمون دستی بکنیم دور تا دورش آمد آبه اینجا نبود همینجا که ما خونه بزنیم بالاش باشه اینه قشنگ گودش کنم داخلش آبه الان یه چند تا بلاکشنه ولی این سمت اگه بگیریم اوور یه شنه اینا رو اگه بکنی مستقیم داخل آبی انشالله کلیپرها بعدی که اومدن داخل خونه آره چند تا در بزن چی کار بکنیم؟ 4 تا در یعنی 6 تا درست کرد 6 تا اینا رو پس بگیر بسته سر خوبی بودی بکش اینا مرسی که داره شاهنشینی ساختی خدا وکیلی این در حد شأن من توه باری کرد خوشم آمده بذار ببینمش خدا سرشاره بالای دران بیا دو تا دیگه هم زامبی رو میتونه بشکنه؟ فعلا میتونه ولی خب نمیدونم بکنم مود حالت مثلا اینجوری میشن دیدی؟ دیدی؟ عقب داره اینجوری میشن لگ داشتی اینترنت داره بفهمه
تو کل همه اینجا رو به لرزه در آوردی. بامبوها دارن تمام میشه. اشکال تو من برای بامبو میریزم. بیا 64 انداختم برای واسه شیر. دم در. خب ببین ما کلم داخل این چست تو بزنم اونجا. من الان حالش میدم. بیا. دیدی؟ برام. 9 تا جنه یه جوری بود. 64 تا بود. 9 تا. بابا 64 تا انداختم. 9 تا کجا بود؟ 64 تا انداختم. تو ویدیو سند کاملا. تو ویدیو من نیست. یه لب تو لبش هم هست تو فیس. نمیگه چجوری تیشون بیرون؟ بیش سرعت. یه چند تا میداست. اینجوری دست بگیر روش آها. حالا خوب وسط همین خونه بامبو زنی. نه دیگه نمیزنه چی بزنه اگه ما این میزنه بیرون. چرا ولی داره مارکو تورس بهش اصلا میچسه به این خونه. آتیش نگیره. نه تورچ آتیش نمیزنه. لابد نورانی شد. خوبه. محمد یه زحمت بکش. به نظرم دوبلکس باشه بهتره. دوبلکس باشه بهتره. بعد یه زحمتی بکش. یه مقدار دیگه بامبو ردیف کن برام. موسی جان برگرد. چرا ولی مرسی چند تا 29 تا دیگه دارم. بس دیگه با هم میشه زندگی میشه با اینا ساخت. خب اینجا چرا یکی پایین هم میزنه شانس ما. خاطر هم موس هم خیلی بچه گرفته بودم. این به اضافه وسط تصویر رو بگیر بالاتر. این هم از این اینو بزنیم اینجا این تورچه داره. تورچه بد جایه بده. تورچه جاش بر به تورچه. تورچه بیا خونه محیط زیست پسند ما دیگه که پورا وارش خورده هنوز. این هم از این کاملا بسته دارن ببندیم. بیا کنار. اوه تو در رد شدی چیتری؟ چیتر نیستم ولی همون لحظه صندوق باز نمیشه بگم میتونی تو بزنی. آره تورچه بدار. نه واسه بگه من میبینم اینجا که میام صدا آب میاد دیگه اینجا اتاق مدیتیشن میشه. نه باز میشه تورچه باز میشه؟ باز میشه. آره نه اینجا اتاق مدیتیشنه با صدای آب میخوابیم شب. چی میخوابی؟ دیگه چیکار می‌خوای بخوابی از دست زامبیا؟ تقابلیسه بیتره. اینجا صدا آب میاد. اینجا صدا آب نمیاد. چه خونه خوبی ساخته محمد. اتاق مدیتیشن اینجاست. کندش باید جوشون اینجا؟ آره. خب محمد حالا که صاحب خونه شدیم به نظر واسه پارت یک کافیه که الان تا همین ویدیو هم زیاد نشه که ما اون قسمت‌های باحالش رو در بریم. من میام کنارت وایسم. پارت اول ماینکرافت با حضور مصطفی دریم کیلر. امیدوارم خوشتون بیاد. یه خودتون میبینی که یه خونه جمع و جور فعلا درست که البته جمع آنجا آنقدر هم جمع و جور نیست. بیشتر شبیه اتوبوسه. چقدر شده؟ 2 طبقه بغله. 2 تا اتوبوس کنار هم یه تصور. 2 تا اتوبوس چسبیده هم دارن میرن. امیدوارم خوشتون بیاد. از این به بعد بیشتر از این ویدیو میذاریم. از فری فایر، کال آف دیوتی، ماینکرافت اینا همه. امیدوارم خوشتون بیاد. هر چی ویدیو گیرمون بیاد میذاریم. هر چی گیرمون از میذاریم. بچه‌ها سعی کنید که ویدیو بیشتر در آخر کانال محمد من قرار بدیم براتون که ببینید و خلاص حال بکنید. امیدوارم که لذت برده باشیم برای امیدوارم خوشتون بیاد. فعلا خداحافظ.